دوستان عزیزم، امید که جور صحتمند باشین. بازم خوش آمدید یک آموزش دیگه براتون. چجوری میتونید که نام خود را در فیسبوک تغییر دهید؟ اولین کار که میکنید دوستان لایک کنید، سابسکرایب کنید چینل ما دوستان. هر آموزش های جدید را آموزش و فیسبوک خودتون رو باز میکنید. فیسبوک خودتون رو باز کردن، باز اینجا در بالا سه خط میزنید دوستان. براتون علامت میزنم، اینجا بالا سه خط میزنید. اینجا که زدیم باز دوستان، باز میان کم پوینتر که آمد اینجا تنظیمات نوشته است. این تنظیمات هم میزنین، تنظیمات هم زدیم، باز هم تنظیمات هست. ایرم میزنین دوستان. ایرم که زدین یک صفحه دیگه براتون باز میشه. باز اینجا که آمدین دوستان، باز اینجا هر کدامش بزنین میشه، مشکل ندارین. نرفتم یک جایز شخصی را زدیم دوستان. اینجا باز میان کم پوینتر گزارش ساسته ها، اینجا باز حالا چیز میزنیم ها. ایرم میزنم دوستان. فیسبوک اومد در اینستاگرام هم وصله است، حالا سر فیسبوک بزنیم. اینجا سعی کن نام از هر چیز خاص اینجا تغییر میکنیم. حالا ما براتون گفتیم نام میزنیم، حالا نام میزنم، نام زدن خود دوستان. ما که تغییر نمیتونم براتون آموزش داریم. سعی کن اینجا که رحمان نوشته است، اینجا پایینم هستن کاریابی نوشته است. ما تغییر نمیتونیم. اینجا نام خانواده بیتون است، در فالوی هم نام خودتون دوستان. اینجا آموزش خوشتون اومده باشه، لایک فالو کو و دوستایتون هم شیر کو. دانه که تا آموزش بعدی